оё ин амал бар мо ва шумо фоида дорад? фарзанд ба қабри модараш бо тариқи қувваи барқӣ аз рӯшноии офтоб ва ҳамчунин як калонкаеро гузошт, то аз дохили қабр 24 соат тиловати Қуръон, садои Қуръон барояд. ما يكون من دونه من ولي ولا شفيع أفلا دوستان، شرکت داروهای گیاهی داروهای ارگینال و تورانی تازه را به شما توصیه می‌دهیم. اکمنی پاستا برای پرستاتیت و مردانگی را به قوت کردن، سامیوان برای بزبالش ویسکری ای 12 تا 15 کیلو را ویس میدن، مینوکسیل برای موی سرورش را حفظ کردن و برآوردن، پیگمنتو برای کسل پوست و بیماری پس، کرم فرنگ برای مهلت نمخوبگی را طولانی کردن ای 20 تا 45 دقیقه را، فاتزور برای خراب شوی ای 8 تا 12 کیلو را خراب میکنه و همچنین داروهای کرم برای کودک و آدمای کلان. میتونین با باوری از شرکت داروهای گیاهی داروهای خودتان را زکس کنید. السلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران. امیدوارم همه شما خوب هستید انشاءالله. راستی این نوار وقتی در سامانه های اجتماعی نشر گردید در تعجب افتادم. آخر یگان فایده دیگر بر میت ندارد. مادر پیش از مردن میگوید وصیت میکند پسرم وقتی که من رو در قبر میگذارید کاری بکن از داخل قبر 24 ساعت صدای قرآن برآید، تلاوت قرآن برآید. و فرزند این کار را میکند چگونه که شما میبینید با طریق قوه برقی از روشنایی آفتاب و همچنین یک کلانکه را در داخل قبر میگذارند. میگه هر رهگذر میگذرد از داخل قبر صدای قرآن میبراید. این بیفایده است. برای چی بیفایده است؟ بیفایده‌اش همین است که هر چی کردیم در زنده بودن ما کردیم. میگه وقتی انسان را در قبر میگذارد، وقتی همه خویش و تباران و نزدیکان میرود، وقتی منکر نکیر برای سوال و جواب میآیند، وقتی او انسان بیدار میشود میگه که اجازت دهید تا 2 رکعت نماز خوانم، اجازت دهید. دیگر فایده ندارد. برای همین هر چی کردیم در این دنیا کردیم، خواه عملی بد باشد خواه عملی نیک، دیگر او کلانکه که در قبر میگذارد برای برآمدن صدای قرآن، تلاوت قرآن هیچ فایده ندارد. فایدهش در همان حالت است که وقتی ما فرزندان میشویم، فرزندان خود را حافظ قرآن، قرآن شناس میکنیم، انا همان فرزندان ما اگر رفته به سر قبرستان ما چیکار کند، به سر قبر ما دعا کند، تلاوت قرآن کند، در همه حالت به حق ما ثوابش بر ما میرسد. نه آنه که برای نمیدونم به کدام مقصد این کار را کردن، انسان در تعجب میافتد. باور کنید این یک حالت خیلی عجیب است. گاه نمیدونم چخیل بر شما بفهمونم که دیگر بیفایده است. آخر یگان ثوابش وقتی این کار رو هم کردیم ثوابش بر ما نمیرسد. تا آن دمی که در دنیا ثواب جمع نکردیم، تا آن دمی که در دنیا فرزندان خود را قرآن خوان تعلیم ندادیم.